فوتبال فراتر از فوتباله. چیزی بزرگتر از یک زمین مستطیلی، یک توپ و 22 بازیکن. در فوتبال هیچ اکراهی نیست. هر کی میتونه هر تیم و هر بازیکنی رو دوست داشته باشه. فوتبال درون خودش موسیقی، نمایش، نقاشی، ادبیات، حرکات نمایشی، سینما و حتی هنرهای تجسمی رو داره. و چیزی که همه این هنرها رو با هم داشته باشه بدون تردید یک شگفتانی بزرگ برای دنیا به حساب میاد. 22 بازیکن در قامت فوتبالیست هنرمندانه و استادانه با هم مبارزه می کنند و 11 یاری که به هم یقین دارند با لیدری و رهبری مربی که ارسطووار فلسفی فوتبالشون رو از یه مکتب به یه مبارزه تبدیل میکنه، زیباترین لحظات رو برای طرفداراشون رقم میزنند. و حالا جام ملت‌های اروپا یورو 2024. مستطیل سبز دوباره حاکم بدون چون و چرای کره خاکی خواهد شد. بدون تردید جهان یک ماه از 25 خرداد تا 24 تیر امسال در اختیار 24 تیم حاضر در کشور آلمانه و مردم دنیا بدون هیچ محدودیتی، چه نژادی، چه فرهنگی و چه سیاسی، کنار همدیگه فوتبال رو میبینند و از اون لذت میبرند. در گروه A مانشافت های آلمان، شیرهای اسکاتلند، تاجداران مجار و صلیب های سرخ سوئیس. در گروه B یا گروه مرگ، سرخ‌های اسپانیا، لاجوردی‌های ایتالیا، شطرنجی‌های کرواسی در کنار بدشانس‌ترین تیم جام یعنی آلبانی. گروه C سه شیرهای انگلستان، وایکینگ‌های دانمارک، عقاب‌های سرب و کوهنوردان اسلوونی. در گروه دی خروس‌های فرانسه، نارنجی‌های هلند، سرسخت‌های اتریش در کنار عقاب‌های سفید لهستان. در گروه ای شیاطین سرخ بلژیک، شاهین‌های اسلواکی، سرنگ‌های رومانی با آبی و زردهای اوکراین. در گروه F سلسای اروپا، ناوبران پرتغالی، جنگجویان چک، ستاره های ترک و شگفتی سازان گرجستان. عشق فوتبال، جان فوتبال، زندگی فوتبال.